سلام، به این ساعت خبر از یک خوش آمدید. ترکمنستان از امضای 2 قرارداد فروش دیزل تصفیه شده به ارزش مجموعی 1,440,000 دلار با تاجران افغانستان و امارات متحده عربی خبر داده است. این قراردادها روز جمعه در بازار دولتی کالا و مواد خام ترکمنستان نهایی شده و شرکت دولتی ترکمنهیمیا به عنوان فروشنده در آن حضور داشته است. با این حال درباره میزان دقیق دیزل فروخته شده و ارزش هر یک از قراردادها به صورت جداگانه جزئیات منتشر نشده است. این معاملات در حال انجام شده که ترکمنستان به گونه منظم محصولات نفتی و پتروشیمی خود را در بازارهای خارجی عرضه می کند. شهرداری بامیان کار پروژه قیرریزی و کانکریت ریزی شماری از سرک‌های شهر غلغله و شهر جدید دشت عیساخان را با هزینه از 19,600,000 افغانی آغاز کرده که از بودجه انکشافی شهرداری پرداخت می شود. بر اساس معلومات شهرداری در این پروژه 1 کیلومتر سرک در شهر غلغله قیرریزی و داغگیری، 320 متر سرک در شهر جدید دشت عیساخان کانکریت ریزی و 500 متر آبرو نیز ساخته خواهد شد. مسئولان هدف این پروژه را بهبود وضعیت ترانسپورتی، تسهیل رفت و آمد شهروندان و تقویت زیرساخت‌های شهری عنوان می‌کنند. شمار از باشندگان بامیان نیز از اجرای پروژه استقبال کرده و خواستار تطبیق پروژه‌های بیشتر برای بهبود وضعیت شهری شدند. مسئولان فرماندهی امنیه تخار میگویند 2 پروژه با هدف ایجاد سهولت برای مراجعین پاسپورت، بهبود خدمات صحی و فراهمسازی محیط مناسب کاری برای منصوبان پلیس عملی می شود. به گفته مسئولان ساختمان‌های این 2 آمریت با هزینه 15 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت امور داخله در مدت 10 ماه به گونه معیاری و مجهز با وسایل ضروری ساخته خواهد شد. مسئولان می‌افزایند که با تکمیل این پروژه ها روند ارائه خدمات پاسپورت و خدمات صحی در فرماندهی امنیه تخار بهبود خواهد یافت. عظیم‌الله کامران رئیس تنظیم و کنترل عواید وزارت ترانسپورت و هوانوردی در سفر به بلاروس با معین ترانسپورت این کشور دیدار و درباره توسعه همکاری‌های ترانسپورتی گفتگو کرد. در این دیدار تقویت روابط دوجانبه در بخش ترانسپورت و فراهمسازی سهولت‌های بیشتر برای گسترش همکاری‌های ترانزیتی میان 2 کشور بررسی شده است. این دیدار در حال انجام شده که هیئت بلندپایه امارت اسلامی به ریاست مولوی عطاالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به بلاروس سفر کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید در بیش از 2 سال گذشته 89 تاجر و صنعتکار سرمایه‌های خود را به افغانستان انتقال داده و در مجموع 68 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند. به گفته فطرت از میان این سرمایه گذاران 1 تن در سطح سرمایه گذاری بزرگ، 74 تن در سطح متوسط و 14 تن در سطح پایان فعالیت دارند. او می‌افزاید که برای این سرمایه گذاران 288 جریب زمین در پارک‌های صنعتی توزیع شده و در نتیجه سرمایه گذاری آنان برای بیش از 4000 تن به گونه مستقیم زمینه کار فراهم شده است. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید اسناد 15 تاجر و سرمایه‌گذار دیگر نیز بررسی شده و پس از تکمیل مراحل قانونی آنان از تسهیلات و امتیاز مشابه بهره‌مند خواهند شد. مقام‌های محلی پنجشیر میگویند پروژه داغگیری و ترمیم اساسی 44 کیلومتر از سرک عمومی این ولایت از گلبهار تا بهارک به زودی به قرارداد سپرده می شود. ریاست فواید عامه پنجشیر گفته است که این پروژه شامل بازسازی سرک و ساختمان‌های مصنوی مسیر بوده و هدف آن کاهش مشکلات ترانسپورتی و فراهم کردن سهولت بیشتر برای رانندگان و گردشگران است. مسئولان میگویند در ماه‌های اخیر حدود 3000 گردشگر داخلی و بیش از 2000 گردشگر خارجی از پنجشیر دیدن کردند. همچنان پروژه اتصال پنجشیر و تخار به ارزش 450 میلیون افغانی در حال اجرا است. غلام حسین مظفری ولی خراسان رضوی ایران میگوید که افغانستان در جریان جنگ اخیر ایران و آمریکا از تهران حمایت سیاسی کرده و با وجود پیشنهادهای اقتصادی آمریکا اجازه نداده است نیروهای آمریکایی از خاک افغانستان علیه ایران استفاده کند. او افزوده است که ایران امیدوار است همکاری‌های خود با افغانستان را در بخش‌های نفت، برق و ترانزیت ادامه دهد. و در خبر اخیر همین که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی روز یکشنبه اول سنبله از احتمال بارش و باران و جاری شدن سیلاب در 12 ولایت کشور هشدار داده است. به گفته این ریاست بدخشان، تخار، پنجشیر، بغلان، نورستان، کنر، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی و پکتیکا در معرض بارندگی و سیلاب قرار دارند. همچنان در بخش‌های مرکزی، شرقی، جنوب شرقی و غربی کشور وزش بادهای شدید و برخاستن گرد و خاک پیش بینی
شده است. و به این ترتیب رسیدیم با پایان این ساعت خبر از یک. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های یک باشید.